به پنجمین جلسه تبدیل شاگرد به شاهد برای مسیح خوش آمدید. خداوند تو رو شکر میکنیم که در 4 جلسه قبلی تو ما رو هدایت کردی و از طریق کلامت ای خداوند راه رو برای ما روشن کردی. امروز هم میطلبیم ای خداوند که در این درس تو با ما باشی و تو ما رو هدایت کنی و تو ما رو تعلیم بدی. در نام قدوس عیسی مسیح آمین. مرسی عزیزان که علاقمند هستید. مرسی که پیگیری میکنید این سلسله درس ها را که حقیقتا اون چیزی که ما امروز بر روی زمین داریم این است که شاهدان نیکویی برای خداوندمان، کار خداوندمان عیسی مسیح باشیم. امروز میخوایم راجع به این که وقتی شما با عده‌ای برخورد میکنید و اونها بهانه‌های مختلفی رو میارن برای اینکه نجات مسیح رو نپذیرند چطور باید ما برخورد کنیم. آدم هایی که ما باشون برخورد میکنیم آدم های مختلف و متفاوتی هستن که در درس‌های گذشته تعدادش رو عرض کردم، اما بهترین جواب برای ایرادها و بهانه‌هایی که مردم در برابر نجات مسیح میگیرند وجود کلام خداست. به تجربه ثابت شده که کلام خدا کلام حقیقت و صحت آن غیر قابل تردید، قدرت متقاعد کننده داره که فرار از اون خیلی مشکله. کلام خدا قطعی و نهایی است. باید اون رو به نحو صحیح به کار برد و بهانه ها رو برطرف کرد. جلسه گذشته عرض کردم قسمتی از این موضوع رو که ما باید کلام خدا رو بلد باشیم چطور از کلام خدا استفاده کنیم. و عرض کردم تجربه عیسی در بیابان بهترین تصویریه که کلام خدا به ما میده. باز همینطور وقتی نگاه میکنیم به تعالیم خود عیسی، لوقا 14:18 رو نگاه کنید، وقتی مثلی رو میاره از ضیافت ملکوت، نمونه از ملکوت رو مثال میاره. در لوقا 14:18 میگه لیکن همه به یک رأی عذرخواهی آغاز کردند. متی 22:5 میگه ولی ایشان بی‌اعتنایی نموده راه خود را گرفتند، یکی به مزرعه خود دیگری به تجارت خیش رفتند. اصلا بهانه چیه؟ اگه بخوایم بهانه رو تعریف کنیم میتونیم بگیم بهانه یک کوشش های ضعیفیه که از اون تأثیرات گناهی که در انسان است شروع میکنه به فعالیت کردن، کوشش کردن تا حقیقت رو قبول نکنه و در واقع نمیخواد اون رابطه خودش رو با خدا اصلاح کنه. گاهی وقتا این نیروهای ضعیف یا این کوشش‌های ضعیفی که در درون اون شخص گم شده خودش رو فعال میکنه، به شخص اینطور میقبولونه، به باور میرسونه که ایراداش به جاست و یا شخص رو متقاعد میکنه که اصلا تو به مسائل روحانی چیکار داری، علاقه ای رو نشون نده. در درونش میدونه که حقیقت رو نمیگه، درونش ناراحت است یا به قول خودمون وجدانش ناراحت است، اما عملا داره اون کوشش نیروهای ضعیفی که در درونش به فعالیت واداشته شدن تا حقیقت رو قبول نکنه به اون جواب مثبت میده. گاهی وقتا میبینی اون نیروها در درون شخص میگه ممکنه بهت صدمه بزنه، نمیتونم نمیتونم بپذیرم. یا مثلا میبینی در درونش میگه تو اگه مسیحی بشی تمام روابطت با دیگران قطع میشه، دیگران تو رو دیگه تحویل نمیگیرن، فلان و زیاد از این داستان ها هست. پافشاری مبشر مسیح در این جور حالت ها بر کلام خدا بسیار موثره. اشخاصی که بی علاقه و بی تفاوت هستند، این یک گروهی هستند که احتیاجات خودشون رو به مسائل روحانی احساس نمی کنن.
نیازی به مسائل روحانی ندارن و در خودشون نمیبینن، ترجیح میدن زیاد وارد بحث نشید. وقتی مبشر میخواد با اینا صحبت کنه میگن عیسی به دین خودش، موسی به دین خودش. اونا دوست دارن در همون وضعیتی که هستن باقی بمونن، چون از شرایط فعلیشون راضی هستن. حتی ممکنه این اشخاص رابطه خوبی هم با مبشر داشته باشن، صمیمی باشن، اما وارد مسائل روحانی نمیشن. همین که شروع میشه تا بشارت گفته بشه، میبینید برادر جان، دوست عزیز، هموطن عزیز، بذار همین دوستیمون باقی بمونه، دوستیمون رو خراب نکن. این جوابیه که میدن. برای جلب توجه اونا و برای ایجاد علاقه در اونا چه روشی باید در نظر گرفت؟ برای اینها باید اول از همه ماهیت گناه رو صحبت کرد. ماهیت گناه رو باید به طور واضح و درست و دقیق گفت. گناه یعنی قطع شدن رابطه انسان با خدا، بی تفاوتی و یاغیگری و بی حرمتی حکم خدا. یوحنا 16:8 رو برش بخونید. تعلیمی که عیسی به شاگردها داد در مورد روح القدس. میگه چون او آید جهان را بر گناه و عدالت و داوری ملزم خواهد نمود، اما بر گناه زیرا که به من ایمان نیاوردند. متی 22:37 رو برش بخونید که میگه خداوند خدای خود را به همه دل و تمامی نفس و تمامی فکر خود محبت نما، این از حکم اول و اعظم. یعقوب 4:17 رو برش بخونید. پس هر که نیکویی کردن بداند و به عمل نیاورد او را گناه است. رومیان 3:23 رو برش بخونید. زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند. اول یوحنا 1:8 رو برش بخونید. اگر گوییم گناه نداریم خود را گمراه می کنیم و راستی در ما نیست. اشعیا 53:6 رو بخونید. جمیع ما گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بودیم و خدا جمیع گناه ما را بر او نهاد. امثال 29 رو بخونید. کیست که تواند گوید دل خود را طاهر ساختم و از گناه خیش پاک شدم. با هدایت روح القدس میتونیم گناه و گناهکار بودن رو به اشخاصی که هنوز نجات مسیح رو نگرفتن روشن کنیم و آشکار کنیم. آشکار کنیم که ایمان نیاوردن به عیسی باعث این میشه که نتونه شخص در حضور خدا حاضر بشه. خدا گناه و گناهکار رو نمیپذیره. تا مشکلش رو حل نکنه نمیتونه با خدا در رابطه باشه. خدا از گناه متنفره، اما گناهکار رو دوست داره. ثابت کرده، در کلامش ثابت کرده میخواد گناهکار رو نجات بده. دوم اینکه روی نتایج گناه تاکید کنید. غلاطیان 3:10 رو برش بخونید. زیرا جمیع آنانی که از اعمال شریعت هستند زیر لعنت هستند، زیرا مکتوب است ملعون است هر که ثابت نماند در تمام نوشته های کتاب شریعت آنها را به جا آورد. براش توضیح بدید که حکم شریعت باید کاملا انجام بشه. چه 100 تا باشه، چه 1000 تا باشه، چه 5000 تا باشه، چه 10 تا باشه، باید کاملا اجرا بشه. ما میبینیم در 10 فرمان حتی اون قوم اسرائیل 10 فرمان خدا رو هم نتونستن انجام بدن. در انجام 10 تا فرمان هم عاجز بودن، تا چه برسه به دین اسلام و شیعه‌ای که فقط علامه مجلسی 110 جلد در مورد احکام شیعه نوشته و هر جلدی 500 400 500 صفحه است. رومیان 6:23 رو برش بخونید. زیرا که مزد گناه موت است، اما نعمت خدا حیات جاودانی است در عیسی مسیح. براش توضیح بدید، حیات جاوید رو توضیح بدید. این ترسی که همه انسان ها از مرگ دارن
براش توضیح بده که چطور در ایمان به عیسی مسیح این ترس فرو ریخته میشه، این ابهام اون دنیا چطور برداشته میشه. غلاطیان 6:7 رو برش بگید. خود را فریب مدهید، زیرا خدا را استهزا نمیتوان کرد، زیرا اونچه آدمی بکارد همون را درو میکند. بهش توضیح بده که اگر گناه بکاری گناه درو میکنی. خدا که فریب نمیخوره. با اعمال ظاهری، با دین، با ظاهرسازی نمیشه خدا را فریب داد. خدا دلهای ما رو میبینه و مشکل گناهی که در دل ما هست خدا میدونه. متی 25:46 رو برش بگید. ایشان در عذاب جاودانی فرو خواهند رفت، اما عادلان در حیات جاودانی. آیات دیگه مثل مرقس 9:43 تا 48 و 14:21 رو برش استفاده کن. این آیاتی که شما میخونید کمک میکنه که اون و نتایج وحشتناک گناه بر اون شخص روشن بشه. اما هیچ وقت عزیزان سعی نکنید درباره ترس از مجازات برای تشویق گناهکار به قبول عیسی مسیح استفاده کنید. اشعیا وقتی که درباره مسیح سخن میگفت اعلام کرد که او از یوم انتقام خدای ما ندا خواهد داد. کلام خدا میگه که اون مبشر کسیه که بعضی رو بتونه از آتش بیرون بکشه و بعضی بر خوف رحمت خدا کمک کنه. یهودا 23 رو بخونید. باید ضمن این که گناه رو برش توضیح میدی نباید اون شخص رو محکوم کنی، بترسونیش. معمولا متاسفانه بعضی از مبشرین شخص رو قدم اول شخص رو گناهکار و بعد نتایج گناه رو جهنم و اینا تعریف میکنن و یه جوری اون شخص اصلا میترسه. نه، بهتره که نجات مسیح رو بگیم، عدم قبول نجات رو توضیح بدیم، نه اینکه مستقیما اون شخص رو مورد محاکمه قرار بدیم. مهمترین موضوعی که مبشر باید از اون دوری کنه بی‌علاقگی خودشه. باید به اون شخصی که بی‌علاقه است فهموند که نتایج گناه چه مشکلاتی در آینده برای او خواهد بود. و این خیلی قدم مهمی عزیزان. بعضیا ممکنه که متوجه نباشن، بعضیا ممکنه که دیدشون فقط به این دنیا باشه و یا تعالیم غلط دین گذشته چون راه نجات رو نشون نمیده ندونه که نجات چیه. به اون نشون بده که رد کردن مسیح چیه. هر گناهی، این فلسفه دروغ شریر و شیطان که گناه صغیره و کبیره داریم از سرش بیرون کنید. هر گناهی وحشتناکه و باعث داوری میشه و داوری خدا بر گناه تاریکی، نیستی، برهوت ظلمته. و گناه رد کردن مسیح یعنی نپذیرفتن مسیح از همین الان بر کسی که او رو نمیپذیره حکم میشه، نه اینکه بره به اون دنیا و تازه اون دنیا بر او حکم بشه. خیلی این مهمه. براش توضیح بدید که وقتی که مسیح رو میپذیری در واقع از همین الان در حضور خدا هستی و برکات خداوند از همین الان بر زندگی تو جاری میشه. نباید فکرش این باشه، چون تفکر قبلی این بود که حیات بعد از مرگ است و اون حیات بعد از مرگ است که نتیجه ها معلوم میشه. نه، براش توضیح بدید همین الان در زندگی های ما معلوم میشه. یوحنا 3:18 رو براش بخونید. اون که بر او ایمان آورد بر او حکم نخواهد شد، اما هر که ایمان نیاورد الان بر او حکم شده است، به جهت اون که به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده. اینجاست که اون شخص درباره عیسی میمونه، میگه چی باید بکنم؟
پیلاتوس در محاکمه عیسی تصویری از این جور آدم ها بود. از مردم، از یهودیا پرسید، از یهودیایی که به نوبه خودشون عیسی رو رد کرده بودن، باراباس رو خواستن. پتروس هم در روز پنتیکاست اظهار کرد وقتی در مورد عیسی صحبت کرد مردم دریش گشتند. باید به اون اشخاص بی تفاوت فهمان که وضعیتشون در حال حاضر خطرناکه، نه در آینده، بلکه این ادامه خواهد داشت تا به ابد. اما میتونن این وضعیت رو تغییر بدن از الان تا به ابد، تا به حیات جاودانی. وضع قلب هر کسی سرنوشت اون شخص رو معلوم میکنه. سوم، باید نتایج قبول مسیح رو بهش نشون بدی. نه فقط از ترس ها، از برهوت ظلمت صحبت کنیم، بلکه باید از حیات مسیح هم صحبت کنیم. جنبه های مثبت و منفی رو با هم اعلام کنیم. یوحنا 3:16 رو برش بگید. باید به شخص بی ایمان نشون بده که ایمان به عیسی مسیح باعث میشه که وعده های خدا تحقق بیابه، از همین الان تا حیات جاودانی. باید به او کمک کنی که ثمرات خدمت به خدا و خدمت به شیطان رو با هم مقایسه کنه. رومیا 6:23 رو استفاده کنید. زیرا مزد گناه موت است، اما نعمت خدا حیات جاودانی در خداوند عیسی مسیح. سعی کنید که او رو تشویق کنید تصمیم بگیره و روح خدا هدایت میکنه که به اون شخص گناهکار چی بگید و بقیه رو به آینده موکول کنید. برای اون شخص دعا کنید. به اون شخص گم شده کمک کنید که زودتر بتونه تصمیمشو بگیره با آیات کلام خدا. دوم قرنتیان 6:2 رو برش بخون. یوشع 24:15 رو برش بخون. مزمور 95:7 و 8 رو برش بخون. امروز کاش آواز او را میشنیدید، دل خود را سخت مسازید، مثل مریبا، مثل یوم مسا در صحرا. بعضی اشخاص هستن که نجات خودشون رو به تأخیر میندازن، که هستن کسانی که حالا تجربیات خودتون هست یا در آینده تجربه خواهید یافت که بعضی وقتا میبینی واقعا یه روز یکی میخواد ایماندار بشه اما میگه حالا صبر کن یه کم دیگه فکر کنم. این شخص میبینی قلبش لمس شده، ملزمم شده، اما یه جوری میخواد که به قول معروف خودش رو تسکین بده، اون نیروهای ضعیف درون خودش رو که با کار خدا مخالفت میکنن میخواد اونو آرومش کنه. جلسه بعدی اجازه بده، جلسه بعدی میام زانو میزنم، یه کم بیشتر فکر کنم، یه کم بیشتر مطالعه کنم. او مطمئنه که یه روزی مسیر رو قبول میکنه، اما باید توجه داشت طبق مثالی که عیسی در مورد اون کشاورز گفت، تخمی نباشه که کنار جاده ریخته شده باشه و گنجشکا بیان و اون تخم رو بخورن. از این مثال براش استفاده کن. در هر کلیسایی بارها از اینجور آدما میبینیم. یه موقع میبینی این اشخاص کمتر ممکنه تسلیم بشن مگر اینکه صیاد جانها یا مبشر به طور جدی دنبالش رو بگیره و تصمیم اون رو به عمل تبدیل کنه. هرچه نجات به عقب بیفته در اینجور اشخاص قلبش سختتر میشه و بالاخره اینقدر سخت میشه تا در مقابل مژده نجات انجیل سخت دل میشه و دیگه صدای خدا رو نمیشنه و علاقه خودش رو نسبت به مسیح از دست میده. در مورد این اشخاص حتما
اگر برخورد دارید تشویقش کنید تصمیم بگیره. بحث کردن رو سعی کنید مجبورش کنید و یا بخواد قانعش کنید نتیجه نداره. یوحنا 3:18 رو براش بخونید. اون شخص باید بدونه که کتاب مقدس داره دستور میده، میگه همین الان باید تصمیم بگیری. اشعیا 55:6 رو براش بخونید. خداوند را مادامی که یافت می شود بطلبید و مادامی که نزدیک است او را بخوانید. متی 24:44 لحاظا شما نیز حاضر باشید زیرا در ساعتی که گمان نبرید پسر انسان می آید. دوم قرنتیان 6:2 اینک الحال زمان مقبول است، اینک الحال روز نجات است. عبرانیان 3:15 رو براش بخونید. چون که گفته می شود امروز اگر آواز او را بشنوید و دل خود را سخت مسازید. یوحنا 7:33 و 34 رو بخونید. اندک زمانی دیگر با شما هستم، بعد نزد فرستنده خود می روم و مرا طلب خواهید کرد و نخواهید یافت. اونجایی که من هستم شما نمی توانید آمد. یوحنا 8:21 رو بخونید. امثال 27:1 رو بخونید. امثال 29:1 رو بخونید. ناپایداری زندگی رو برای این اشخاص توضیح بدید. توضیح بدید که آیا مطمئن هستی که تو امروز زندگی تموم نمیشه؟ آیا تو مطمئن هستی که سالها زنده خواهی ماند؟ این همه اخبار روزنامه ها و تصادفات مرگبار و مرگ‌های ناگهانی و مریضی‌های لاعلاج رو که امروز ما در اخبار تلویزیون و رادیو نمیدونم روزنامه و فیسبوک و اینترنت و همه جا میبینیم، بهش اشاره کنید. با حوادثی که خیلی تازه اتفاق افتاده بهش اشاره کنید. بهش بگید که ما نمیدونیم، واقعا در چند ساعت آینده نمیدونیم چه اتفاقی میفته. این موضوع باعث میشه که اون چشمش روی حقیقت باز بشه. یکی ممکنه به شما بگه خب من فعلا جوون هستم، برو به پدر مادرم بگو، بالاخره اونا پیر هستن و این حرفایی که شما میزنی به درد اونا میخوره. منم بالاخره یه روزی خودم نجات میگیرم. 12 جامعه 12:1 رو براش بگو. کتاب جامعه 12:1 پس آفریننده خود را در روزهای جوانیت به یاد آور، قبل از اون که روزهای بلا برسد و سالها برسد که بگویی مرا از اینها خوشی نیست. هللویا. اگه شخصی به شما برخورد کنه بگه فعلا خوش هستم، بذار تو این خوشی خودم بمونم و چه کارم داری؟ چرا میخوای اوضاع احوال رو از من بگیری؟ معمولا جوانای این روز امروزه این حرفا رو بیشتر میزن. متی 6:33 رو براش بخونید. لیکن اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد. متی 24:44 رو براش بخونید. بعضی وقتا ممکنه که شما بشارت به مردی بدید بگه اول زنم نجات پیدا کنه من میام، یا به زنی بشارت بدید بگه اول شوهرم بعد خودم. بهش متوجهش کنید که نجات فردی و شخصیه. نجات هر کسی به خودش مربوطه و خودش میتونه تصمیم بگیره. اول پادشاهان 8:21 رو براش بخونید. تا به کی در میان دو فرقه می لنگید؟ اگر یهوه خداست او را پیروی کنید و اگر بعل است او را پیروی کنید. رومیان 14:12 رو برش بخونید. پس هر یکی از ما حساب خود را به خدا خواهد داد. صیاد جانها وقتی با اینجور آدما برخورد میکنه که نجات خودشون رو به تأخیر میندازن،
بهتره اونا رو تشویق کنه که کتاب مقدس بخونن. وقتی که کتاب مقدس یه قسمتی از کتاب مقدس رو بهشون بگه و بعد از اونا سوالی کنه، بعد بگه اسم خودتو تو جای مناسبش بذار تا بدونه که آیه مناسبش کدومه. آیات خیلی زیادی رو نمیتونیم به کار ببریم، بلکه مناسب ترین آیه رو برای اینجور اشخاص انتخاب کنید و بعد آیاتی که در او تأثیر گذاشته چند بار تکرار کنید. حول و حوش اون آیه رو براش باز کنید و تفسیر کنید. در موقعی که با او صحبت میکنید دعا کنید. کسانی هستن که خودشون را عادل میدونن و احتیاجی برای نجات هم نمیبینن. دیدید از این اشخاصی که میگن ما کاری نکردیم، ما گناهی نکردیم، نه مال کسی رو دزدیدیم، نه به ناموس کسی چشم داشتیم، نه کار خلافی کردیم، نه دزدی کردیم، نه خیانت کردیم. از این حرفا زیاد گفته میشه. اینجور اشخاصی هستن که تا حدودی خودشونو پاک میدونن. داستان اون فریسی، اون باجگیری که رفتن، در انجیل توضیح میده که رفتن دعا کردن. اون فریسی خودش رو پاک میدونست، خودش رو قدیس میدونست. اینجور اشخاصی کسانی هستن که در خودشون احساس امنیت میکنن، به کارهای خوب خودشون و به اعمال انسانی خودشون خیلی اعتماد دارن، ولی از زندگی روحی و زندگی رابطه با خدا زیاد اطلاعاتی ندارن. وقتی از شرایط روحیشون بپرسی میگن خیلی خوبم، خدا رو شکر، زندگی پاکی دارم، به فقرا کمک میکنم، وظایف خودم رو انجام میدم، از فلانی خیلی بهترم و نظایر بر اون. عیسی به این گروه اشاره میکنه و میگه در اون روز خواهید گفت خداوندا خداوندا، آیا به نام تو معجزات بسیار ظاهر نساختیم؟ آنگاه من سریعا به ایشان خواهم گفت هرگز شما را نشناختم، ای بدکاران از من دور شوید. متی باب 7 آیه 22 و 23. به این ترتیب عیسی اعلام میکنه که کارهای نیکو، اعمال انسانی ما نجات رو برای ما حاصل نمیکنه، رابطه با خدا رو برای ما حاصل نمیکنه. تا زمانی که ما با خدا رابطه حقیقی نداشته باشیم این کارها سوزونده میشه، بی خودی هست و بیفایده است، چون داریم برای نفس انسانی خودمون این کار رو انجام میدیم. یوحنا 6 28 و 29 رو براش بخونید. چه کنیم تا اعمال خدا را به جا آورده باشیم؟ جواب داد عمل خدا این است به اون کسی که او را فرستاده ایمان بیاورید. ایمان بر عمل مقدمه. اعمال ما را عادل نمی سازه، اما بعد از این که ایمان آوردیم و رابطمون با خدا برقرار شد، برای تشکر از کاری که خدا برای ما انجام داده ما باید اطاعت از کلام داشته باشیم و اطاعت از کلام ما رو به نیکویی دعوت میکنه، به اعمال نیک دعوت میکنه. راهنمایی این عده یکم مشکل به نظر میسه، چون اینا فعالیت مذهبی دارن، به کلیسا به دید مذهب نگاه میکنن. هستن کسانی که حتی ایماندار هم هستن اما بیشتر اون تفکراتشون مذهبیه. نجات رو هنوز کامل نیافتن و در جلسات آینده که در مورد نجات با شما صحبت میکنم کاملا باز میشه که حتی ممکنه یکی ایمان آورده باشه اما در چه قسمت‌های هنوز مشکل مذهب در فکرش باقی مونده. کلام خدا رو به اینجور اشخاص نشون بدید. بگید که به وسیله کاراش نمیتونه نجات کامل رو بگیره. گناهکار بودن رو از طریق معیار کلام خدا به اون نشون بدید. رومیان 3:23، یوحنا
1:8، اشعیا 53:6، امثال 29 به اون نشون بدید. رومیان 3:20، رومیان 3:10 و 12، اشعیا 6:6، غلاطیان 2:16. چنان که مکتوب است کسی عادل نیست، یکی هم نیکوکاری نیست، نیکوکاری نیست، یکی هم نی. به اشخاصی که خود را عادل میشمرن نشون بدین که باید قلبش عوض بشه. خدا مثل انسان نیست که به ظاهر افراد نگاه کنه، بلکه خدا به قلب ما نگاه میکنه. قلب انسان طبیعتاً چون تأثیرات از گناه برش وجود داره، فریبکار و پر از شرارته. شخصی که خودشو عادل میدونه باید در روح تولد تازه پیدا کنه. امثال 16:2 میگه همه راههای انسان در نظر خودش پاک است، اما خداوند روحها را ثابت میسازد. خداوند میدونه، دست ما رو باز میکنه. گاهی وقتا ما اهمیت نمیدیم ولی خدا این کارو میکنه. لوقا 16:15 میگه شما هستید که خود را پیش مردم عادل مینمایید، لیکن خدا عارف دلهای شماست، زیرا که اون چه نزد انسان مرغوب است نزد خدا مکروه است. یوحنا 3 و 6 رو برش بخونید. به اون نشون بدید که مسیح تنها راه نجاته. از او بپرسید که چرا مسیح به جهان اومد، چرا خدا در جسم انسانی در عیسی مسیح خودش آشکار کرد. غلاطیان 2:21 رو براش بخونید. به اون نشون بدید که برای راضی ساختن خدا ایمان لازمه، نه اعمال. رومیان 4:2-6 رو براش بخونید. ابراهیم به ایمانش عادل شمرده شده بود، نه به عملش، و ایمان او بود که عدالت برش محسوب شد. داوودم اعلام میکنه، در مزامیر اعلام میکنه خوشحالی اون کسی رو ذکر میکنه که خدا بر او عدالت محسوب میداره بدون اعمالش. عبرانیان 11:6، افسوسیان 2:8-9. عرض میکنم این آیات رو لطفاً بخونید، چون فرصت این برنامه خیلی کمه، 40-45 دقیقه، نمیتونم همه آیات رو برای شما بخونم. به اون نشون بدید که مسیح تنها راه نجات و گناهکار باید به او ایمان بیاره و کار او رو قبول کنه. یوحنا 10:9 رو بخونید. اعمال 4:12 رو بخونید. یوحنا 10:9 رو بخونید. بعضی هستن به لحاظ اینکه مشکلاتی دارن نجات مسیح رو رد میکنن. مشکلات زیادی هست که مردم رو از مسیح شدن جلوگیری میکنه یا باعث میشه که آدم ها به عیسی ایمان نیارن. بعضی از این مشکلات میبینی واقعیه، بعضیاش میبینی خیالیه. مثلا خیال میکنن اگر به مسیح ایمان بیارن، مسیحی بشن، رابطهشون با دیگران قطع میشه. فکر میکنن اگر به مسیح ایمان بیارن دیگه نمیتونن برگردن. عزیزانی که بیرون از ایران هستن، عزیزانی هم که داخل ایران هستن، فکر میکنن اگه به مسیح ایمان بیارن ممکنه که گرفتار مشکلاتی بشن. بعضیاش میبینی واقعیه، بعضیاش میبینی خیالیه. لازمه که مشکلات شخص حل بشه. داشتن صداقت در بین برای مشکلات مردم خیلی مهمه. بهش بگید این یه واقعیت، حالا اون که تو ایرانه واقعیت، اما تو میتونی با حکمت، با تدبیر ایمان خودتو نگه داری. بهش بفهمونید که بزرگترین مشکل تو الان دولت نیست، بزرگترین مشکل تو قطع رابطه با مردم و فامیل و تو دوستات نیست، بلکه بزرگترین مشکل اینه که تو نجات رو نداری.
تو اول نجات رو بگیر، رابطت رو با خدا برقرار کن، خدا خودش در کلامش هدایتت میکنه چی کار کنی. به هر حال مبشر ممکنه با افراد اینجوری زیاد برخورد کنه، ممکنه با یکی برخورد کنه بگه بابا من اینقدر گناهکارم که اصلا هیچ وقت میدونم که خدا منو نمیبخشه. شیطان اونچنان در فکر این عده کار کرده و گناههای اونا رو بیش از حد بزرگ کرده که فکر میکنن دیگه نمیتونن بر گناه و گناهکاری خودشون غلبه کنن. در برابر اینجور اشخاصی نباید اون عقوبت گناه رو کوچیک کنیم. نه بابا مهم نیست گناه چیه فلان چیه، نه گناه درسته، باید بگیم درست میگی، گناه کوچیک و بزرگ نداره، گناه همش گناهه، همه گناه کردن، فقط شما تنها نیستی که. برش مثال میزنی خود منم که دارم به تو این خبر رو میدم، خود منم گناهکار بودم، خود منم آدم پاکی نبودم، اما مسیح اومد تا گناهکارا رو نجات بده. اول تیموتائوس رو برش اعلام کنید. این سخن امین است و لایق قبول تام که مسیح عیسی به دنیا آمد تا گناهکاران را نجات دهد که من بزرگترین آنها هستم. اول تیموتائوس 1:15. برش توضیح بدید که پولس چطور وقتی که خودش گناهکار بود اومد و خودش رو بزرگترین گناهکاران میدونست اما نجات رو از مسیح گرفت. متی 9:12-13 رو برش توضیح بدید. عیسی گفت نه تندرستان بلکه مریضان احتیاج به طبیب دارند. لیکن رفته این را دریافت کنید که رحمت میخواهم نه قربانی، زیرا نیامدم تا عادلان رو بلکه گناهکاران را به توبه دعوت کنم. این خیلی مهمه که آمدن عیسی مسیح درست توضیح داده بشه. از نظر خدا همه گناهکارن، گناه اندازه نداره و نجات خدا برای گناهکار است. لوقا 19:10 رو برش بخونید. ممکنه یکی بهانه بیاره بابا من اگه مسیحی بشم خب خیلی چیزامو الان از دست میدم، فعلا دارم از دنیا لذت میبرم، فعلا سرگرمم برای خودم. ولی باید توضیح بدین که اینا همه سرگرمی آخرش بتالت و بار زحمت کشیدنه. جامعه 2:26. برش توضیح بدید که نه اون لذتی که تو الان فکر میکنی لذت نیست، بلکه لذت حقیقی در عیسی مسیحه. آسایش در روح اهمیت فوق‌العاده‌ای داره و روح توست که باید آسایش بگیره نه روان تو. مرقس 8:36 رو برش بگید. اول یوحنا 2:15-17 رو برش توضیح بدید. اول به او بفهمونید که ارزش های دنیا اولا نسبیه و تمام ارزش ها رو با پول و ثروت و اینها نمیتونید به دست بیارید، چون زمانی که مرگ بیاد تمام اینا باقی میمونه و هیچ چیزی رو با خودت نمیبری. عیسی فرمود که بهتر است انسان بدون دست و پا وارد حیات ابدی شود از اینکه جان خود را گم کند. او نشون بده که باید فقط از چیزهای صرف نظر کنه که به حال او زیان آوره. ایمان مسیحی نمیخواد که تو تارک دنیا بشی، ایمان مسیحی نمیخواد که تو بری یه گوشه بشینی، برعکس ایمان مسیحی میخواد که تو شاد باشی اما شادی حقیقی رو داشته باشی. در واقع شکل تمایلات شخص عوض میشه. اون چیزایی که تا حالا براش سود بوده به قول پولس رسول زیان میشه و اون چیزایی که زیان بوده براش سود میشه. ارزش ابدی نداره اون چیزایی که داری، ولی به یه چیزایی علاقه‌مند میشه که برات ارزش ابدی داره. مزمور 84:11 رو براش بخونید. زیرا یهوه خدا آفتاب و سپر است، خداوند فیض و جلال خواهد داد و هیچ چیز نیکو را من نخواهد کرد از اونانی که به راستی سالک شوند. رومیان 8:32 رو بخونید. به اون نشون بدید اون چیزایی که به دست میاره ارزشش خیلی بالاتر از اون چیزایی که از دست میده. خدا مایله به کسانی که او رو خدمت میکنن چیزای نیکو بده. متی 7:11 رو براش بخونید. فیلیپیان 3:7-8 رو براش بخونید.
اگه کسی ادعا کرد که باید بهتر بشم بعد مسیح بشم، باید به اینجور اشخاص بفهمونی که کارهای نیکو بهتر شدنت با کار نیکو و اعمال نیکو نیست. نزد خدا گناهکار خوب و بدم وجود نداره، همه گناهکارن و همه دارای یک مجازات هستن. ایمانه که میتونه همه ما رو در نظر خدا یکسان کنه. متی 9 12 و 13 رو براش بخونید. با دزدی که با عیسی مصلوب شد برش بگید. باجگیری که با عیسی دعوتش کرد برای اینکه با او هم دنبال کنه عیسی رو برش بگید. پسر گم شده لوقا 15 19 رو برش بخونید. کتاب لوقا باب 18 آیه 10 تا 14 رو برش بخونید. یکی ممکنه بگه بابا من بارها سعی کردم اما موفق نشدم. دوم قرنتیان 9 8 رو برش بخونید. اشعیا 40 29 رو بخونید. عبرانیان 4 16 رو بخونید. اگه گفت دوستامو از دست میدم، مزمور 1 و 2 رو برش بخونید. اول یوحنا 1 3 رو برش بخونید. یعقوب 4 4 رو برش بخونید. در کلیسا اشخاص ریاکار هستن. رومیان 14 20 14 12 رو بخونید. رومیان 14 12. اگه گفت من گناهان غیر قابل بخشش انجام دادم، متی 12 31 رو بخونید. یوحنا 6 37 رو بخونید. اگه گفت مسیحیت خیلی مشکله، امثال 14 12 رو برش بخونید. امثال 3 15 رو برش بخونید. اشعیا 75 20 و 21 رو برش بخونید. رومیان 6 23 رو برش بخونید و اول پتروس 1 8. سعی کردم خیلی تند جلو برم برای اینکه وقت شما عزیزان رو از طریق این برنامه ها زیاد نگیرم، ولی دعوت میکنم که حتما این آیات رو خودتون مطالعه کنید و در هر بخشی خودتون با این قسمت از کلام خدا هدایت بگیرید تا بتونید برای اون کاری که خدا امروز به شما سپرده بتونید مؤثر و مفید واقع بشید برای پیشبرد ملکوت خدا بر روی زمین. قطعا داوری خدا خواهد آمد، همونطور که خدا وعده داده بود که در جسم انسانی میاد طبق آیات زیادی در عهد عتیق. زکریا باب 2 آیه 10 تا 13 رو ببینید. اشعیا رو ببینید. اشعیا 7 14 9 6. هر اون چرا که خدا وعده داده بود در مورد آمدنش بر روی زمین انجام شد. پس داوری خدا هم انجام خواهد شد. خودمون رو آماده کنیم برای این داوری. شما اگر یک پرونده رو در دادگستری داشته باشی یا یک پرونده پناهندگی داشته باشی، به دنبال وکیل میدوی، به دنبال آماده کردن صحبتات میگردی برای اینکه اون روزی که محاکمه توست یا مصاحبه توست بتونی از اون محاکمه یا مصاحبه پیروز بیرون بیای. مسئله داوری خدا و در برابر تخت داوری خدا قرار گرفتن هم همون هست. اگر اونقدر به فکر یک پروندهمون باشیم، چه در دادگستری چه در مسائل پناهندگی و ایمیگریشن، چقدر بالاتر و بیشتر باید به فکر پرونده روحانیمون باشیم. خدا شما رو دعوت کرده که سفیران مسیح باشید، شما رو فرستاده برای این خدمت. پس مجهز بشیم و آماده بشیم. امروز تو هم زانو بزن، بگو خدایا ممنونم، خدایا متشکرم که تو منو انتخاب کردی برای اینکه من کار تو رو روی زمین انجام بدم. خدایا متشکرم به خاطر اینکه تو کلامت رو دادی، تو روح قدوس خودت رو دادی، تو هدایت کلیسا رو به من دادی تا من بتونم ای خداوند در هدایت تو و کلام تو و روح تو و کلیسای تو و خادمین و معلمین تو حرکت کنم ای خداوند. میخوام ای خداوند اون روزی که در برابر تخت تو ایستادم با قدرت بایستم، نمیخوام با ضعف بایستم. ای خداوند مرا راهنمایی کن، مرا هدایت کن تا با تمامی دلم، با تمامی فکرم، با تمامی جانم تو رو خدمت کنم. مرسی خداوند برای تمام این لحظات. به نام قدوس عیسی مسیح. آمین، آمین و آمین.